بگین ادویه ماهی چیا اضافه میکنین که ماهیتون بوی زخم نمیده؟ ماهی قزلالا رو اول برش میدیم و تمیزش میکنیم. بعد با نمک، فلفل، زردچوبه، ادویه کاری، پودر سیر و کمی گلپر مزه دارش میکنیم. آب لیمو یا آب نارنج رو الان اضافه نمی کنم که ماهی حین سرخ شدن نسوزه. داخل تابه‌ای که روغنش گرم شده ماهی ها رو از سمت گوش بذاریم تا سرخ بشه. از روی پوستش اگر بذارین ماهی جمع میشه. میذاریم دو طرفش خوب سرخ بشه و بعد در آخر حالا آب لیمو، آب قوره یا آب نارنج رو اضافه میکنیم. برای پختن سبزی پلو 1-2 دقیقه مونده به آبکش کردن سبزی پلویی رو با برنج مخلوط میکنیم. زمان آبکشش که شد آبکش میکنیم. کف قابلمه ته‌دیگ سیب زمینی گذاشتم و برنج رو داخل قابلمه میریزم. کمی زعفران دم کرده، چند حبه سیرم لای برنج میذارم که عطر بی‌نظیری به برنج میده. حالا میذارم 45 دقیقه دم بکشه. سبزی پلوی خوشمزه‌مون با ماهی آماده شد. درست کنین نوش جونتون.